اما امروز با طلب حلالیت از محضر شما ملت عزیز، بزرگ و مبعوث شده ایران از بین شما عزیزان خواهم رفت و امیدوارم دیدار ما با ظهور حضرت حجت دوباره میسر شود. خدا حافظ ای شکوهی صبر، ای مرد روزگار. خدا حافظ ای علمدار عزت و اقتدار. خدا حافظ ای صدای وحدت اسلامنا. خدا حافظ ای پناهی خسته دلان بیشمار. خدا حافظ ای چراغ روشن راه سحر. خدا حافظ ای صدای مرد حق در هر خطر. خدا حافظ ای که بودی تکیه‌گاهی بی پناهان، مرهم دلهای زخمی، یار چشم اشک باران. مرهم دلهای زخمی، یار چشم اشک باران. امروز تهران دیگر تنها یک شهر نیست. امروز روایتگری عشق‌های میلیون‌ها انسان است که از سراسر جهان برای وداع با مردی گرد آمدند که سالیانی متمادی او را پرچمدار استقامت و وحدت امت اسلامی و حامی مظلومان می‌دانستند. ای قائد شهید امت اسلامی، ما مهاجرین افغانستانی سالها خاطره نمازها و دیدارهای مصلا را با خود حمل کرده ایم. بارها در مصلای امام پشت سر شما به نماز استادیم، زیر آفتاب سوزان تابستان و در سرمای سخت زمستان ساعتها انتظار کشیدیم، نه برای دیدار یک شخصیت سیاسی بلکه برای دیدار کسی که او را غمخوار امت اسلامی میپنداشتیم. تحمل گرمای خورشید تابستان و سرمای زمستان برای عاشقان شما آسانتر از تحمل روزی بود که دیگر شما در میان آنان نباشید. دلهای ما به حضورتون آرام بود و سخنانتون برای بسیاری از مهاجران پیام امید، همدلی و دعوت به وحدت اسلامی بود و هرگاه از برادری مسلمانان و مقابله با ظلم سخن می گفتید، احساس می کردیم فراتر از مرزها اعضای یک امت هستیم. امروز نیز گویی با همون صلابت و آرامش در میان ما استاده اید، اما این بار سکوت شما از هزاران سخن سنگین تر است. چشمان اشکبار عاشقان قامت استوار شما را بدرقه می کند و دلهای داغدار خاطرات سالهای حضور شما را مرور می کند. ای رهبر شهید، دل کندن از شما برای ما آسان نیست. مهاجرانی که سالها در این سرزمین زندگی کردند خاطره حضور شما را بخشی از زندگی خود می دانند. امروز با قلبی آکنده از اندوه برای آخرین بار با شما وداع می کنیم، اما باور داریم که یاد انسانها با خدمت، اندیشه و تأثیرشون در دلها زنده می ماند. شما همواره از وحدت امت اسلامی، برادری مسلمانان، استادگی در برابر ظلم و حفظ کرامت این انسانها سخن می گفتید. در میان مهاجرین افغانستانی نیز خاطره سخنان شما درباره حفظ عزت و کرامت مهاجران هرگز فراموش نخواهد شد. ما فراموش نمی کنیم روزهایی را که بر ضرورت محروم نماندن کودکان افغانستانی از آموزش تأکید شد و راه برای تحصیل هزاران کودک مهاجر هموار گردید. اون روزها لبخندی کودکانی که از کلاس درس
باز نماندن برای خانواده های مهاجر بارقه‌ای از امید و آرامش بود. ای رهبری شهید، اکنون که می روید دلهای بسیاری نگران است. مهاجران افغانستانی احساس می کند صدایی را که از کرامت آنان سخن می گفتن از دست دادن. چه کسی پس از شما نگران کودک آواره افغانستانی خواهد بود؟ چه کسی دست نوازیش بر سر کودکانی خواهد کشید که تلخی جنگ، مهاجرت و غربت را چشیده اند؟ چه کسی از حق تحصیل، عزت و آینده آنان دفاع خواهد کرد؟ چه کسی اقوام پشتون، تاجیک، هزاره و ازبک را به صلح برادری، همدلی و وحدت فرا خواهد خواند و آنان را به کنار گذاشتن اختلاف‌ها و ساختن آینده مشترک دعوت خواهد کرد؟ ای رهبری شهید، امروز گوی مصلا نیز داغدار است. ستونهای این مکان خاطره سالهایی را به یاد دارند که با گامهای استوار شما جان میگیرد. امروز همون مصلا در سکوتی سنگین نظاره‌گری وداع عاشقانی است که اشک را بدرقه راه شما ساختند. ما مهاجرین افغانستانی مقیم ایران با قلب‌های اندوهگین در این وداع بزرگ سر تعظیم فرود می آوریم. و باور داریم که انسان ها می روند، اما اندیشه هایی که مردم را به وحدت، عزت، مقاومت، همدلی و دفاع از مظلوم فرا می خواند در حافظه تاریخ زنده می ماند. در حافظه تاریخ زنده می ماند. خدا حافظ ای رهبر استقامت، خدا حافظ ای منادی وحدت امت اسلامی، خدا حافظ ای غمخوار مهاجران، خدا حافظ ای پناه دلهای خسته، خدا حافظ ای صدایی که سالها مسلمانان را به برادری، همبستگی و عزت فرا خواندی. امروز اشک میریزیم، اما پیمان میبندیم که راه وحدت، همدلی، کرامت انسانی و دفاع از مظلوم را زنده نگه داریم. چرا که ملت ها با رفتن مردان بزرگ پایان نمییابند، بلکه با ادامه راه آنان تاریخ را میسازند. ای قائد شهید امت اسلامی حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای، روحت شاد، یادت گرامی و نامت در حافظه دوستدارانت جاویدان باد.